سلام، من هما شهبازی هستم. سلام، سال نو رو تبریک میگم به بینندگان عزیز، به دوستان خوبی که اینجا هستن. امیدوارم سال خوبی داشته باشید. من هما شهبازی هستم با شماره 1 از تهران. امیدوارم که بازی خوبی داشته باشیم و بهمون خیلی خوش بگذره. سلام، من علی درباری هستم. سلام، علی هستم، معروف به آقای روانشناس. تبریک میگم منم سال رو به شما. سال آروم و کم دغدغه‌ای داشته باشید. منم مثل دو تا دیگه دوستامون به 7 مهیار به خاطر رفتاری که تو برگشت داشت و نمایش مردم گونه. سلام رفقا، من امیرعلی خبری هستم. سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان، امیرعلی هستم. ضمن تبریک سال نو من تارگت میزنم به 2 نفر اینور و 3 نفر اینور. سلام رفقا، امین هستم. خب سلام دوستان، امین هستم. ببینید آقای حسین، شما چرا فقط بالا رو نگاه میکنی وقتی داری اتهام میزنی؟ خب بعد شما یه چیزی حرفی که آقای امیرعلی زد و موجشو گرفت. خب پس شما قطعا مافیای بازی هستی. آقای امید ببین دوباره، البته هیچ، آقای امید شما ببین دوباره الان به اتهام نزدی. من مهتاب یوسف زاده هستم. سلام دوستان، مهتاب یوسف زاده هستم. کد 8. به بینندگان عزیز هم سلام عرض میکنم و امیدوارم که سالی پر از شادی و برکت داشته باشید. من به همه شما زن دارم مگر اینکه غیرش ثابت بشه. متشکرم. محمد حسین تاج‌الدین هستم، در خدمت. با نام و یاد خدا. سلام، محمد حسین هستم. عیدم به همه تبریک میگم. به نظر من آقای محمد حسین شما مافیای بازی و آقا حامد هم مافیاست. نظر شهر چیه؟ سلام، من آرش احمدی هستم. سلام، آرشم از تهران. خوشحالم باهاتون بازی میکنم. من دفعه سوممه دارم بازی میکنم. هدف میزنم آقای عطابک که بلند میشه حس خوبی به من داره. من خودم الان اینجای بازی به خودم حس خوبی ندارم. چجوری حس خوبی به من داری؟ سلام، علیرضا سلیمانی ام. سلام دوستان، علیرضا سلیمانی هستم از تهران. عید رو تبریک میگم خدمت مردم عزیز. آقای لاچین شما اومدین گفتین بازی مافیایی خوبی داشته باشین. همین بحث، شما مافیای بازی میخوای بازی مافیایی خوبی داشته باشی. ببین نگاه کن، گفتی آقای محمد حسین شما داری شیطون بازی میکنی. سلام، حسن صفایی هستم. سلام دوستان، سال نو مبارک. حسن هستم، حسن صفایی شماره 11. خوشحالم باهاتون بازی میکنم. آرزو بازی عادلانه رو براتون دارم. بعدی سلام امیرعلی، من یکی از کسایی هستم که تو خیلی دوست دارم. از ما بگو که فصل 3 چطور بود؟ حالا فصل 3 من فکر کنم قوی ترین فصل بازی مافیا هم فصل 3 بوده. شما هر بازی رو می‌دیدم فراز و نشیب‌های زیادی داشتش، جذاب بود و اینکه تقریبا میشه گفتش که 50-60% بیسیک مافیای تلویزیونی که الان بولد هستن از همون فصل 3 شروع شدن. ولی چیزی که یادم میاد این بودش که فکر کنم فینال رفتم دیگه. فینال جالبی بود. فکر میکنم منو چی بودش سناریو؟ مذاکره کنم. منو فکر میکنم مذاکره کردن و آخرم فکر کنم بردیم. همین که تو فکر کنم تعطیلات عید پخش میشه و تو خانم‌ها آقایون تو هم بازی‌های جذابی بود، خوش گذشت. 12 نفره بود که اون می‌ذاره نقشا پراکنده شده بود. سناریوش به نظر من جذابیتش 2 تا رول، یکی تکثیراندازه و دیگری هم مذاکره کننده که خب میتونه خیلی بازی رو از حالت سکون در بیاره و برگردونه. مثلا این نقطه عطفی برای بازی میتونه باشه. فصل 3 که به نظر من خیلی فصل جذابی بود، چون برای اولین بار خانم‌ها به تلویزیون راه پیدا کردن و شروع کردن به بازی کردن. من خودم جو بازی رو توی اون تایم خیلی دوست داشتم، ولی خب سطح فکت آوردن و سطح بازی الان اون موقع واقعا قابل مقایسه نیست. ولی استارت خیلی خوبی بود برای شروع بازی مافیایی که مثلا با خانم‌ها بازی. از شهرستان مهمون خیلی داشت، یعنی از مشهد من یادم 3-4 نفر اومده بودن، کرج، از اینا. فصل خوبی بود ولی یه مقدار حالا داوریش رو زیاد، چون چند دفعه هم ریست کردن بازی رو. فکر کنم 7 دفعه نیمه نهایی ما ریست تمام شد. وسواس تجربه جدید بود. طبعاً هیچ کدوم از ما خانم‌ها که وسواس بودیم تجربهشو نداشتیم. ما اولین فصل خانم‌ها بودیم که بازی کردیم. تجربه جدید بود. از اون طرف یه استرسی داشت، چون اگر که خوب پیش میرفت باز هم خانم‌ها فصل دیگه میتونستن بیان. استرسی که خیلی نقش درست کرد تو مافیا
دک درست کردی تو مافیا، نظر راجع به سناریوی مذاکره کننده چیه؟ سناریوی مذاکره کننده از نظر من سناریوی کاملتری نسبت به سناریوی جدیدی که حالا توی تلویزیون برگزار میشه نسبت به همین دکای 10 نفره من دوستش دارم، چون دیگه اینجوری شهروند صد توی بازی معنا نداره. نسبت به بقیه سناریوها این سناریو رو بیشتر من میپسندم، با اینکه مثلا بازیایی که میکردیم اغلب پیشرفته و شب مافیا و اینا بود، ولی بازیایی که تو تیوی انجام شد و سناریوهایی که حالا بعد از مذاکره اومد، سناریوی مذاکره به نظر من سناریوی خوبی بود. 3 تا سناریو نوشته تلویزیون دیگه، مذاکره و بازپرس و تکاور. من به نظرم مثلا لول بخوایم بدیم 1 و بازپرس رو باید بدیم، 2 واقعا سناریو مذاکره است، سناریوش تمیزه، یعنی تقریبا برابر قدرت شهر مافیا. سناریو مذاکره سناریو خوبیه. من یه دونه رویینتنش رو خیلی دوست دارم که به هر حال یک زره‌پوش، اعلام شهروندی توی روز دارید و اینکه مافیا یه تایمی میتونه برگرده به خاطر اون شرایط مذاکره که هست اگر تیزبین باشن، چون معمولا نقشه میشه تا آخر بازی تا یه حدودی تشخیص داد که مثلا چه شهروندی بدون دیتا بازی میکنه. سناریوی باحالیه دیگه، سناریویی که ممکنه که هر لحظه یه دفعه ورق برگرده و یه اتفاق جدید دیگه بیفته، یعنی یک شهروند رو بکنی مافیا. الان میخوای بری بالا وارد بازی بشی، به نظرت فیلینگ چه نقشیه؟ فکر می‌کنی چه نقشی قرار بشی؟ به نظرم شهروند ساده. چی میشم رو نمیدونم ولی امیدوارم کاراگاه نشم. هر چی باشه سمت شهروند نمش میکنم، شهروند باشه، حالا زره‌پوش نجوم یا زره‌پز رسالت بزرگ میگردن یادمه، کاراگاه نه شهروند ساده، چون کاراگاه هم دیتای جورایی. من همیشه شهروند میشم دیگه، قاعدتا شهروندم توی این بازی، حالا نقشم دوست دارم شهروند ساده باشم. چه نقشی دوست داری بشی؟ تک تیرانداز. عاشق مافیا هم، چون مافیا مثل خانواده میمونه و گادفادر و همیشه هم اکثرا میزنم گادفادر. پس خودت هم دوست داری گادفادر بشی؟ آره خیلی خوشم میاد. مرسی مامان، ان شاء الله بازی خوبی داشته باشی. لطف کردید. سلامت باشید. مرسی. مرسی از خیلی خوشحال شدم. روز معارفه رو آغاز می‌کنیم از سرکار خانم هما، انتهای صحبت خانم احسان. خانم هما بفرمایید. سلام هما. سلام بچه‌ها. سلام بچه‌ها، هما هستم. خیلی خوشحالم کنارتون بازی کنم، یعنی بعد از مدت‌ها با این جمع بازی کنم واقعا کیف داره. خیلی خوشحالم کنارتون بازی کنم. ببین من اول یه تارگت به مهتاب میزنم. نظر من بعد از اینکه روز شدش چشش داشت میچرخید دنبال یاراش. از نظر من یه تارگت به شما میزنم چون عقب بودی بعد امیدوارم بازی میشه. ممنونم علی جان. سلام، علی هستم. دوست دارم به شهرام خیلی کمک کنم. خانم با تارگت ایشون هستم ولی بیشتر به خاطر استرسش، ولی برای شما خب ممکنه یه شهروند دنبال شهراش هم بگرده، اینجوری نیست. با نوع تارگت اوکی نیستم ولی با تارگتی که به ایشون زدی اوکی. مرسی. سلام رفقا، سلام هما. امیدوارم حالتون خوب باشه. من تارگت خاصی ندارم، البته وفاده سلام رفقا، امین هستم. باعث افتخار که باهاتون بازی می‌کنم. من تو زندگی هر چیزی که از صمیم قلب خواستم بهش رسیدم. این بازی از صمیم قلب می‌خوام که شهروند بازی رو ببره و به نظر منم میبره. خانم آقا یعنی چی که این خانم با چشماش دور مال یاراش میگرده؟ این دیالوگت خیلی مشکوک بود. سر صحبتام استرس داشتی گفتی سلام سلام هما بچه‌ها هستم. به نظر من شما مافیای امیرعلی خاوری هم خیلی مشکوکی. ما ببینیم فردا چی میشه. ممنونم خانم یوسف. سلام بچه‌ها، مهتابم. واقعا خیلی خوشحالم تو جمعتون بازی می‌کنم. چرا که بازی جذابی داشته باشین. هما چی گفتی؟
من مافیام دنبال یاران میگردم. من گفتم یه اکت مافیا از بچه‌ها بگیرم. خب جملت خیلی مشکوکه. نفر دوم چی میگه؟ میگه من با خانم مشکل دارم ولی با تارگتش یکی یه دونه تارگت به من زد. مگه میشه؟ آقا من شهروندی شما رو پذیرفتم. بچه‌ها من 3 تا دست میخوام با من رای بده مافیا بکنه بیرون و همین راحت شهروند بده. سلام دوستان، آیسانم، خوشحالم باهاتون بازی میکنم. خب خانم مهتاب مافیاتون کی بودن؟ خانم هما برای شما مافیاه. به نظر من هما میتونه شهروند بازی باشه. شما اگه خانم مهتاب رو شهروند داشتین آقای امیر بعد به نفر دوم صحبت به نظر من تارگت میزدیم. به نظر من هما میتونه شهروند باشه، نفر دوم صحبت میتونه مافیای بازی باشه. شما فردا من راجعتون صحبت میکنم، میذارم دیگه صحبتتون داشته. مرسی محمد حسین. سلام بچه‌ها، من محمد حسینم. خیلی خوشحالم بعد از مدت‌ها کنار دوستان بازی می‌کنم. فکتایی که برای 2 نفر اول میارن به نظرم درسته، ولی فعلا فکر نمی‌کنم که بتونیم قطعیت بگیم از این مافیا در میاد. ذهن شما و شما امین و خانم مهتاب به همراه شخص شما به من نزدیک‌تره، ولی خب میتونیم ممکنه که مافیا حالا تارگت داره باشه. سلام بچه، علی سونی هم خیلی خوشحالم که باهاتون بازی می‌کنم. من الان فقط یه شهروند داشته باشم خانم دارم، به خاطر اینکه میگه نفر اول ممکنه یه دیالوگ فول گفته باشه ولی نفر دومه بلند شده برگشته گفته که تارگتاتو باهات نیستم. خب همون تارگتی که شما زدی رو زده دیگه، تارگت دیگه ای نزده که. درسته، پس من نفر دوم و مافیاست. سلام دوستان، آرشم، خوشحالم دارم باهاتون بازی می‌کنم. من دفعه سوم دارم بازی می‌کنم. نفر دوم گفت من تارگت تو قبول دارم ولی نوع تارگت زدن تو قبول ندارم. اوکی، ولی نفر دوم باز برای من مشکوکه. یه تارگت میزنم به امیرعلی، یه تارگت هم میزنم به علی آقا. سلام بچه‌ها، اصلا خوشحالم دارم با تک تکتون بازی می‌کنم. جمع خوبیه. علی سالی چیکارت کنیم حالا؟ بیخیال. ببین شما با مدل تارگت زدن خانم هما مشکل داری. مدل جدید خلق کن برای مافیای اون خانم. مثل نفر دوم به نظر من مافیاه. من شما از شهروندی میگیرم. من نگاهتو از برداشتم میدم، به نظر میتونی شهروند باشی. فعلا هما رو رها. ممنونم. بچه نکته حائز اهمیت این بازی که من خیلی دوست داشتم بگم این بود که گرداننده این بازی چون بس پلی این فصل بود حالا نرسید به دلایل خیلی عجیب غریبی این فصل شروع بازی کنه ان شاء الله حالا فصل‌های آینده خودش رو خیلی بد بود. I put to pay. Can't move, just sit there transfixed. Wouldn't it be nice if time turned back to 60? روز یک بازی رو آغاز میکنیم. چالش آزاد از خانم هما. خانم هما بفرمایید. چالش بفرمایید.
آرش شما میگی آقا نفر شماره 2 فکت شهروندیشو میاری که بقیه بعد متوجه شدن، بعد میگی برای من مشکوکه، بعد تنها مافیات کسیه که به این مشکوک شما تارگت زده. آقای سولی بغل دست شما نشسته، شماره 8 یه دونه تارگت داشته تو معارفه آقای شماره 2. خانم مهتاب از نظر من شما مافیای بازی هستی. شما برمیگردی به من وقتی بهتون تارگت میزنم برمیگردی نه هما من شهروندم، بعد برمیگردی برای من فکت مافیا رو میاری، یعنی سعی میکنی که منو قانع بکنی ولی فکت رو میاری. از نظر من شما مافیا، از نظر من شما هم مافیا هستی. برمیگردی میگی که خانم هما من با تو موافقم ولی حتی علت توضیح دادن رو سر خانم مهتاب نمیاری. من 2 تا تارگت دارم، خانم مهتاب آقای علی بودی؟ آقای علی جان بفرمایید. چالشم برای شما بعد از ببین خانم هما، من گفتم که با تارگتی که زدی موافقم، با فکتی که براش آوردی موافق نیستم. چون گفتم استرس رو توی چشای خانم میبینم، بعد گفتم شما فکتی که آوردی همین چیزی رو تو شهروند کرد. ببین بچه‌ها این 2 نفر نگاه کنید. این دوستمون میگه که به من تارگت میزنه، بعد میگه این 2 تا تارگت ها من. خب این 2 نفر این همه آدم گشتن، 2 تا تارگت درست نزدن. این 2 نفر و این بانو به نظر من تارگت های اصلی منه. مرسی. من بلند شدم گفتم آقا فکتی که آقا آورد حرفشو اشتباه متوجه شده بودن دوستان، عین حرفشو زدن. گفتم همچین حرفیو زد ولی با تارگت خانوم موافق بود ولی برام آقا مافیا. بعد بلند شدم میگی تارگت اون علیرضا امیرعلی، ببندم جمله‌مو. گفتی تارگت علیرضا امیرعلی روز معارفه است، احتمال داره هم چش باز. ممنونم. آقای شماره 2 شما خودتون همین الان کار آقای شماره 9 رو کردین. آقای شماره 9 گفته با اینکه شما مافیایی برید باز هم ایشون مافیای بازی. شما هم بلند شدید میگید این 2 نفر الان مافیای بازی هستن. شما از نظر من قطعا مافیای بازی. آقای 9 به نظر من خیلی مشکوکه ولی وقتی آقا بهش تارگت میزنه به نظر من میتونه شهروند باشه. خب بچه‌ها دقت کنید. هما جان شما میگی که سرکار خانم میاد شما رو قانع کنه ولی فکتش رو میاره. خب فکت روت میشه دیگه، چرا ناراحت میشی؟ فکت کامل روت میشه، برای چی ناراحت میشی؟ آرش چالش گرفتی توضیح بازار میدی، همون حرفایی که ترن قبل تکرار کردی الان تکرار میکنی. آرش مافیا. خانم آیسان چی شد که الان عین همون کارو کرده، ایشون مافیاه ولی اون مشکوکه ولی چون ایشون بهش تارگت زدی چرا؟ پس ایشون مافیا میتونه باشه. از نظر من ایشون مشکوک یا شب نمیشه. هما 9 و سرکار خانم. چالش کسی آقای امیرعلی اگر آقای شماره 2 مافیا باشه قبول داره گلگارشی؟ آقای شماره 2 سراسر آقای شماره 2 شما ایشونو فکت استرس تارگت می‌کنی استاد، نمیتونی شما صحبت معمولیتون انجام بدید. 2 قطعا مافیاست. اگر 2 مافیا باشه امیرعلی قطعه به یقین یارشه. آرش تو تارگت شماره 2 بعد بهش توضیح میدی، تارگت اصلا به اون نباید توضیح بدی. مرسی. همین جان بفرمایید. آقا یه دسته گوش بده. ببین آقای خاوری شما شهروند باشی هم مشکوک بازی کردی. الان 2 تا مافیا داشتی قبل از خودت، تو یکیشون مشکوکه یکیشون مثلا قطعی مافیاست. معارفه قبل از خودت صحبت کردن، چرا تو معارفه نکس دادی داداش؟ ذهن من شهروند رو من مغشوش کردی. آقای شماره 9 من به شما تارگت زدم، پاشدی به من توضیح میدی که من رو این فکت رو اون فکت. آقای شماره 2 شما بالا شدی گفتی آقای شماره 2 اینو نگفته اینو گفته، ولی آقای سولی که تک تارگتش آقای شماره 2 مافیاست اینو گفتی دیگه. شما به خاوری تارگت زدی آقای سولی. مرسی خانم. چالشم برای اصلا بعد از من صحبت کنه. آقا 2 تا مافیا قبل از خودش نمیش گفت ما مشکوک شماره 9 ایشون چرا باید اینو تارگت میزد؟ ببین اگه شهروندی بشی آقای شماره 9 یه نفر به شما تارگت زد، سری بلند شدی داری توضیح میدی، به نظر من تو مافیایی. خانم شما بعد میگی آقای شماره 2 شهروند بس مافیاست ولی چون به ایشون تارگت ایشون میتونه شاید بسی رو مافیای ایشون، به خاطر همین ایشون هم شهرونده چون یه تارگت بزنه. مافیا نمیتونم من تارگت بزنم. من با امیرعلی بازی میشه. این آقا شهرونده دارم هدایتش میکنم. تو هنوز از من مافیایی. ببین من چالش داشتم. ببین آقا اصلا نمیشه ایشون شهروند باشه. شما داری به یک پلیری تارگت میزنی که تارگت فورسش این آقا، بعدش به ایشون تارگت میزنی. نمیشه دیگه. این یعنی فکت. ببین هما تو می‌خواستی ترن معارفه به آقای آرش هم تارگت بزنی، تایمت نکشید. امروز کاری بهش نداری. ایشون هم میگفت مافیا، چرا امروز نمیگید؟ چرا اصلا اظهار نظر راجع به این پلیر نمی‌کنی؟ نکس. خانم مهتاب شما آقای خاوری بنده یه حرف راجع به خانم مهتاب زدم، ایشون هم همین حرف زد، ولی شما سلکت کردی از بین اون آدم. شما مگه معتقد نیستی خانم مهتاب مافیا؟ پس فکت منو میبری زیر سوال، پس باید فکت ایشون رو بیاری، ولی باز تو ترن نفر دوم فکت ایشون رو نیاری. پس از نظر من شما به قطع مافیای بازی هستی.
ببینید دوستان، من اصلا نگفتم آقای شماره 9 شهرونده، گفتم خیلی مشکوکه ولی من آقا رو قطعی تر مافیا دارم. این برای من قطعی تر، این آقا خیلی مشکوکه، میتونه شهروند بازی باشه. نگفتم قطعا شهرونده کاورش میکنم. از نظر من امروز آقای شماره 2 بره بیرون ساید خیلی در میاد. آقای شماره 9 هم من بهش رأی میدم، ولی حالا شماره 2 رو من قطعی تر دارم. من صحبت کنم. خانم هما، الان چی شد؟ به این برایند رسیدی این برادر شهروند، این خانم این برادر مافیا، با این خانم کار نداشتی، فکتی می‌خواستی براش بیاری. همون حرفا رو تکرار کردی، روز اول بلند شد دنبال دلیل و برهانی. خانم هما مافیا، بچه ببین من و تو شهروند امروز 9 داریم. امروز 9 میره بیرون ساید خیلی، چرا 2 بره بیرون؟ 9 میره بیرون ساید خیلی در میاد. خب همین 9 بره بیرون ساید کی در میاد؟ خانم اون بره ساید کی در میاد؟ روز معارفه به استاد همه تارگت زدن، به خانم هما همه تارگت زدن، درسته؟ الان هما یه تارگت میخوره، این بنده خدا داره بیشتر تارگت میخوره. ذهن منم نزدیک به مافیای شماره 2. ببین از بین امیرعلی شماره 2 آرش به نظر من 1 الی 2 مافیا، 1 الی 2 مافیا. خب آقای شماره 2 این داره گردنت میگیره، میدی لایک میده، هما تارگت صفر میزنه، چرا هیچی نمیگی بهشون؟ چالش کنم بعد از من صحبت. همین این همه صحبت که داشتی یه سریاش برمیگرده به ترم معارفه میتونستی ولی من امروز میخوام به تو موضع بدم، چون من داداشو فارغ از فکتای تو مافیا دارم. چرا؟ برگشته میگه که من اون داداشو مشکوک دارم ولی حالا بذار ببینیم چی میشه. تو ترم معارفه همچین دیالوگی کرد. من خیلی مشکوک دارم، با اینکه دورو مشکوک دارم، هنوزم ازش دنده عقب نگرفتم، ولی احساس کردم با اون که گفت من کلام اومدم، با اینکه گفت مشکوک می‌خواست ببینه چشم‌هاش باز میکنه یا نه. الان داره لایک سفت میده. ببین آقای خانم هما، آقای شماره 2، شما 2 نفر به فکت استرس به من تارگت زدید. جلویی من که دارم بازی من می‌بینم یه دونه تارگت خرج من نکردم. چجوری میشه بعد امروز سر موضع کسی اون میگی مهتاب مافیاست، اون که مشکوکه. دیروز یه اتفاقی هم افتاد. 9 اصلا برگشتم گفتن 9 مافیاست، 9 که برگشت گفت آقای شماره 2 مافیاست. چرا گفتی تو رو چیکارت کنم، کجا بذارم؟ بچه به نظر من آقای شماره 9 میتونه مافیا باشه، هما رو قطعی مافیا دارم، اون یکی رو ندارم. ببین اسم آقای آرش خانم هوماست، اصلا اجازه نمیدم کسی سمت آقای آرش بره. آقای آرش فکت این آقا رو برمیگرده. اتفاقا من نمیگه شب مثلا میگه بنا به فکت من این آقا شما دارید اشتباه راجعش حرف میزنید. امیر تو چطور اعتقاد داری این شهرونده و میگی که اومده تنها کسی بوده که شهرونده اون اومده مثلا از نظر خوش توضیح بده شده مافیای تو. بچه‌ها امیر علی که به قطع مافیاست، تو داری فکت میسازی امیر علی. ببین تیم ماسونی میچینم، شما رو من شهروند دارم، اوکی، شما هم منو شهروند داشته باش، با هم بازی میکنیم، یه جا بازیمون به هم برخورد میکنه، اونجا به هم تارگت میزنیم، اوکی. ببین این حرفی که زدی گفتی بین من و شماره 2 امیرعلی حداقل یه دونه مافیاست، من لایک دادم دیگه، منو بذار کنار، بین این 2 نفر حداقل یه دونه مافیاست. من امیرعلی رو میگیرم مافیای بازی، چون هر چیزی میخوام گراف بشینم یا با آقا یا با خانوم، امیرعلی یه سر گراف هستش. چالشم قطعی برای این آقا. بله خانم هما، خیلی خوشت اومد به گفت شهر، نه؟ قشنگ رفتی بالا. ببین بانو، شما میگن این بره هر دو رو لایک میدی. خب یعنی گاه خیلی براتون مهم نیست کدوممون بره. این کار خیلی مقدار میتونه. بعد ذهنم تک‌بعدیه، یعنی فقط رو مایی. میگی یا این بره یا اون بره. ببینید بچه‌ها من چالنجم می‌دم آقا فکت داره قبول. از اونجا دستش برای چالش برای یارش نمیخواد یه چالش بهش بده بگه تو صحبت کن خودتو نگه داری. چه جوریه دارید بهش میگن کل قبل بازی. مثلا داستان سر این که چالش کنم من قبل بازی. ممنونم. وارد فاز رأیگیری میشیم دوستان، با 4 رأی دفاع دوستان برای رأیگیری بیست. رأی می‌دیم برای سرکار خانم هما 3 رأی، آقای علی 3 رأی، آقای امیرعلی 2 رأی، 1 رأی تأخیری، آقای امین، خانم مهتاب 2 رأی، خانم آیسان 1 رأی، آقای محمد حسین، آقای علی، آقای آرش 4 و 1 رأی تأخیری و خانم حسن 1 رأی.
بفرمایید آقای آرش. کاوه بفرمایید. ببین من هرچی مشکوک توی این بازی دارم به تو رأی ندم، به تو رأی ندم، درسته؟ خانوم دیر دستشو میاره بالا رأی شمرده نشه ولی میخواد بگه رأی. تو که میخواستی ببینی چش باز میکنی با 2 یا نه، درسته؟ عین دیالوگ تو این بوده که من مافیا دارمش ولی به این فکت شهروند ببینیم چی میشه. یعنی میخواستی ببینی اگر چش باز میکنی بهش تارگت نزنی، اگر چش باز نمیکنی کاری که امروز داری بهش تارگت میزنی ولی یه جا کشی عقب به امیرعلی خارج. ببخشید روز معارفه ایشون از 10 نفر 12 نفر گفتن آقای علی آقای علی آقای علی، یه دونه آقای آرش بود. بعد چی میشه که آقای آرش یک دفعه با 5 تا رأی میاد، بعد آقای علی من خودم هم بهش رأی نمیدم به همراه 2 نفرمه، بعد ما تصمیم میگیریم، من با تیم قدرتمند تصمیم میگیرم آقای خاوری 2 رأی میده. کسی که ریج میکنه روی ایشون بوده ها، بعد یه دفعه ریج میکنه با آقای آرش، بعد یه دفعه خودشون 2 نفر، آقای آرش 6 تا رأی میاره میاد. آقای آرش دقت شرمنده. آقای آرش ممنونم. بچه دفاعی لایو و دیسلایک ندارم. مرسی خانم ممنونم. لازم گوش کنید. همین که من تارگتم 2 تا رأی میاره، کسی که من گفتم بین این 2 نفر یه دونه مافیاست ولی امیرعلی خاوری بره بیرون، درسته؟ با خانم همایی که داشتم متقاعدش میکردم من شهروندم رأی دادم، امیرعلی 2 تا رأی بود. اوکی. بعد بلند شدی میگی تمام مشکوکای من به تو رأی ندادم. اگه داری درست بازی میکنی، تو از کجا میدونی داری درست بازی میکنی؟ مشکوکای تو مافیان که به من رأی ندادن. من شهروندم دوستان، به من رأی ندید. همین که به من رأی ندید باز بازی جلو. ممنونم. آرش جان بایستید. آقای آرش با 4 رأی از بازی خارج میشن. رأی خروج میبره آقای آرش 2 رأی. صحبت روز 2 بازی رو آغاز می‌کنیم از آقای آرش قاچمانی. آرش بفرمایید. من صحبت کنم. خب شما این نگفتین آقا مشکوکه. مگه رأی 1 بهش ندادید؟ مگه هما رو قطعی شهروند ندارید؟ چرا دیگه من مافیا داریم میگه هما شهرونده. رأی که به آقا چی بود؟ مگه 2 برای مافیا نیست؟ چرا به ما رأی؟ اچھا خانم مشکوکه. خانم گوشه ذهنم داره. من فکتی که بدید به من فکتی رو واضح میگم. شهروند تحلیل کنم. من چالش دادم. کسایی که به من رأی دادن یکی خانم عسل بود، علیرضا بود و امیرعلی. درست؟ شما رأی دادی، خانم عسل رأی نداد. ببین تو این 3 تا ما با الان دنبال مافیا بگردیم با خیال راحت، با فراغ بال.
شما همون هستی که ببین میگه مشکوکای من به آقا رأی ندادن، مشکوکای تو اون شهروندایین که دارن درست بازی میکنن، تو اون شهروندایی که داری تبر میزنی رو من، داری با مافیا بازی میکنی و به شانس آوردی مافیا مثلا امیرعلی بره بیرون. شما بعد از من صحبت کن، مشکوکای من به تو رأی ندادن، میشه فکت مافیایی تو دیگه. بعد بین من و خانم عسل و خانم که به تو رأی دادیم بعد دنبال مافیا بگردیم، خانم عسل نیست. یعنی خانم عسل به نظرت مافیا بوده رفته بیرون؟ تو این حرفو زدی دیگه. امیرعلی خاوری چرا رأی ندادی بهش؟ من تارگتش رو گرفتم، میگم بره بیرون به ساید من، شما به طرف رأی ندادین؟ مگه میشه؟ آقا خانم اصلا شهروند رفت بیرون دیگه. من مافیام برگشتم اون شهرونده که دستش به دست من بسته است میخوام توی شهروند رو پوش کنم شب شاد کردم. حتی یادت نمیاد کی بهت رأی داده. من یه نفر شهروندم روز یک من بیار بالا شهرشم، تو فقط باید بگی من چرا من تارگت نمیزنم، میگه از بین رأی من 2 تا مافیا. ممنونم. میشه باما من صحبت کنم. خانم مهتاب شما علت کارت همین بودش که همین توضیح رو بدی. بچه‌ها خانم مهتاب که نوعات مافیای بازیه. تو که داشتی با امیرعلی بازی می‌کردی، بعد دیدید بچه‌ها امیرعلی یه صحبت کرد، یه شارژ کرد روی ایشون 6 تا رای بود، با یک اختلاف میرفت خانم، ایشون با یک اختلاف میرفت. پس شما به قدر دستشون شاتون که هست. بچه‌ها فقط رای میدید به خانم مهتاب. آرش 2 تا رای آورد، سه تا رای. 2 تا رای بود. حتی من امروز با ساید علی بازی میکنم. آرش ببین من میگم از بین شما 3 نفر مافیا در میاد، درسته؟ اون استادم نمیاد تو دل. چیکار کنیم؟ از بین اینا حتما مافیا هست که اینا مافیا ببخشید نه نتونه که از بین اینا که کل شهر تارگت میزنه بیاره تو دفاع بده بیرون. از قطعا از این بین مافیا در میاد. امروز شما بری بیرون ساید در میاد دیارش دیگه چاره نیست. چالنجم برای امین بعد از من صحبت کنه. یه خانم مهتاب من حس می‌کنم شما شهروند. ببین خانم هما خانم مهتاب نمیتونه مافیای بازی باشه. خانم عسل مگه مافیای بازی بوده؟ شهروند بازی بوده. از نظر ما آقای علی هم میتونه شهروند بازی باشه. یعنی اینا یه شهرونده که کنسه دادن، اون یکی یارشون نتونسته رأی بده به این آقا از بازی خارج شه. آقای امیرعلی خاوری مگه تارگت فورس شما آقا خانم مهتاب شما باید امروز فقط به امیرعلی خاوری تارگت می‌زدید چون تارگت زده رأی 2 نداده. من رأی 1 به جفتشون دادم که بیان داخل دفاعی صحبت کنن، رأی 2 بهش ندادم. شما به جرم رأی ندادن یا دادن به من نباید تارگت بزنی، اصلا بگی رأی ندادم که ندادم، بگی دادم که دادم. بچه‌ها پلیرهای خوبی نشستیم تو دیگه. اون آقا اگه مافیای بازی باشه خودش اومده تک دفاع تو دفاعیه، برای چی باید یکی از رأی 2هاشو بزنه؟ خب نمیخواد مافیا نمیخواد سایت تو بازی در بیاد دیگه. یا باید این آدزو بذاری یا ببین الان 2 تا سایت تشکیل شده دیگه. این آقا با خانم هما، این خانم با آقای سولی، این 2 تا میگن این آقا مافیاست، اینا میگن این خانم. البته اون آقا نمیگه این خانم مافیاست. چالش بده صحبت کنه. مرسی. خانم شات میکنه بگه اون یه شهروند رأی داده دیگه، بعد من اشاره مافیا رأی ندادم با یه دونه شهروند آرش بره بیرون. خب این شات منطقیه دیگه. خب من الان باید به شما بگم مافیا وقتی اینو نمیبینید. خانم مهتاب میگید مافیا. امیرعلی رأی ندادی به من؟ فکر کردم رأی دادم. ممنونم. بچه‌ها من امروز دیگه با آقای آرشم کار ندارم. فقط هم مگه میشه تو متوجه نشی؟ من دیگه با آقای آرشم کار ندارم. هم از نظر من مافیاست. من شهرونده تو قبول کردم. من آدم چی پذیریم؟ تعامل پذیریم. آره. گوش بده. چالش شما صحبت. منم باید صحبت کنم. مگه میشه من تو این بازی شهروند نباشم؟ هم ترنقب همین به هر کی میگم چالش رو هم میرم. پس باید برسیم به شهروندی ها. من یه نفر رو میخوام باهاش سایت بگیرم، میگی امروز به اینم دیگه کاری ندارم. من که دیدم بازی‌های خانم هما رو که قفلی میزنه پای قفلش وای میسته. رای بده بره یه دونه مافیا اونجا در میاد که به نظر من امیرعلی خاوریه اون یکی مافیا رو حالا شما میگه خانم. ممنونم. بفرمایید. یعنی به نظر شما بین خانم مهتاب و خانم هما مافیا نیست؟ حرفای عجیب غریب میزنید آخه. مگه میشه اینجا مافیا نباشه؟ این خانم دیروز رأی 2 کشیده زیر این نفر، امروز میگه من با اونم کار ندارم، فقط خانم هما هم چالش گرفته میگه خانم مهتاب، بعد شما میگی بین این 2 تا مافیا نیست؟ من ببین
با خانم هما بازی کنیم، رای بدیم این خانم از بازی بره بیرون، ساید 2 نفر در میاد. آقای آرش، خانم هما شما میشن دیگه داداش. شما این خانم مافیا نداری، پس شما قطعی مافیایی. این خانم بهت رای 2 داده. امیرعلی خاوری. آرش بعد من صحبت کن. آرش یعنی تو معتقدی که مافیا سناریو چیده به تو رای نده، یه روز خودش عقب بندازه، توش روزی که میتونه من و سولی و اصلی که شهروند بود و فرداش لادر بذاره که به تو تارگت زدی، اومده کسی که بهت رای داده رو زده، بعد تو 3 تا رای تو میشموری، میگی اینایی که بهم رای دادن همشون توشون قطعی 2 تا 3 تا مافیا در میاد، امیرعلی خاوری بره بیرون. نه بچه آرش مافیا، من اشتباه کردم. پرچم سفید رو در میارم. مرسی. من چالشش داشتم. بعدش منو بده. یه لحظه گوش کنید. اون یه دونه مافیایی که رأی نداده بود میتونه خود امیرعلی باشه. خب شما میشن دیگه عزیز من، گوش کنید. شما میشن دیگه. آقا یه لحظه گوش کن. با ساید یه نفر میخواید بازی کنید، همه رو بندازید گردنش. بهتره تو روز یه نفر رو بدیم بیرون که گره از بازیمون باز بشه. منو مگه مافیا ندارید؟ یه مافیا قطع دارید که وقتی بدید بیرون باز بازیتون جلو میفته. پس با من امروز بازی کنید، رأی بدید به امیرعلی خاوری. چالش برایش. ببین خانم، ایشون لب شما رو میکشه، خب شما میاد توضیح میدی بهش. خب چرا ازش پایین اومدی؟ و شهروندی شما شهروند پذیری رفت بالا، شما کنسه پذیری رفته بالا. ببین بچه‌ها این 2 نفر رو اگر امروز بزنید ساید خیلی در میاد. قشنگ 2 تا کنار هم دارن بازی میکنن 2 تا خانم. من میگم این 2 تا خانم رو بیاید بالا، برای چی اینجا هی میاد؟ یه بار شب آوردیمش، یه روز آوردیم بالا دیگه، بس دیگه. اینا رو بیاد ببینید ساید کیا میاد بالا. ببین آقای شماره 2، من اگه مافیا بودم پشت همایی که میگید یارمه رو میگرفتم، به خانم مهتاب تارگت میزدم، نه که بخوام باهاش تعامل کنم. آقای آرش شما خود خانم مهتاب و مافیای بازی نداریم. اون خانمم که مافیای بازی نبوده، فقط یه دونه آقای علی رو مافیای بازی داریم که الان امیرعلی چین مافیایی. اینم شهروند، پس چرا مافیاها به شما رأی ندادن؟ آقای آرش قطعا مافیا، آقای شماره 2 هم قطعا مافیای بازی. ببین امیرعلی پرچم صلحو که باید بیاره، یه دونه بین شما 2 تا مافیاست. این که نوعاکس مافیاست، میره بیرون. شما 2 تا هر کدوم شهروندین اون یکی رو فردا گردن میگیره. فردا اون یکی رو گردن میگیره. داداش وقتی میگم ساید نیست، ساید نیست. آقای علی شما خواهر مادر تناقض هستید. ایشون که برگشته، من ایشون رو کاور کردم، ایشون به ایشون رأی داده. بنده به خانم مهتاب میگم مافیا، ایشون داره با ایشون ظلم میکنه. شما حتی این مسئله رو نمیخواید برید. ببین امتیاز منو خواهشاً صبر کنید. آقای علی چه مافیاست؟ یعنی مثلا خانم مهتاب چطور میشه شما به ایشون رأی بدید؟ بعد برمیگردی راجع به ایشون برمیگردی راجع به شاد شب توضیح میدید. بعد میگی اینو ول میکنم. خانم تو مافیا اصلا اجازه ندارید سمت ندارید. شما مافیایی، ایشون مافیا، امیرعلی. خواهشاً امتیاز منو صبر کنید. ممنونم. نه چالنجشو من دادم به بله دادم به خانم آیسان. بچه‌ها 9 نفریم با 4 رای، حد نصاب دفاعی است. رای میگیم برای آقای آرش 3 رای، 1 رای تأخیری. آقای علی، آقای محمد حسین، خانم آیسان، خانم مهتاب، 4 رای دفاع. آقای امین 2 رای. آقای امیرعلی دفاع. آقای علی دفاع و خانم هما. سه نفر از خودشون دفاع میکنن بدون درباره. خانم مهتاب، آقای امیرعلی، آقای علی. خانم مهتاب بفرمایید. بچه‌ها من که میدونم شهروندم، خودم رای دادم، یه شهروندم مشخص شده. این آقا هیچ کس بهش نمیگه مافیا، بس مافیا کجا بهش رای بدن؟ من شما نمیگی آرش مافیاست، با دست آرش و شما هم دارین اومد بالا، چرا باهاش رای میدی؟ ما الان راضی شدی؟ من اومدم بالا. شما به خودت شک داری. بچه آقا مافیا، خانم هما مافیا قطعی، آقای آرش مافیا. حالا من رای کردم، من خودم رای دادم. امیرعلی این دیگه قسمت نشد به فردا برسه. نیست. بله علی جان بفرمایید. بچه‌ها خانم حسن دیروز محکم خانم هما رو کوبید، بعد فردا شبش هم دیگه فردا صبح ندید. این 2 تا رو من محکم میکوبم، هیچ کدوم من بالا نمیاد.
نمیدونم چرا من یار دارم اینقدر توی این بازی. شما هم دیاتتو گرفتید. ممنونم. 3 دوست قیام کنم. با 4 رای حد حساب خروج شما به هم حق رای دارید. رای خروج میگیم بر خانم مهتاب 1 رای. آقای امیرعلی 3 رای. سر صحبت امروز سرکار خانم مهتاب به این سخن. مهتاب بفرمایید. چالش صحبت. ببین آقای امیرعلی خاوری، شما دیروز مگه رسید به ترنت نگفتی من امروز فقط با آقای آرش رای میدم، آقای آرش دیگه مافیای بازی، چرا رای 1 خرجش نکردی؟ خانم مهتاب شما هم همینطور. آقای آرش نکنه به نظرتون شهرونده 3 تا رای آورده پشت بند شما، مثلا مگه معتقد نیستید خودتون شهروندین؟ رای دادید طرف نرفته بیرون، چرا دوباره دیروز بهش رای ندادین؟ روز 1 بازی 3 نفر رای دادن به آقا. اوکی. هما یک سر رو گردن من میگم هما من امروز اون آقا رو نمی‌کنم به تو رای میدم. درسته؟ تکلیف 4 نفر مشخص میشد. آقا میگه بچه‌ها سایت بین هما و مهتاب در میاد ولی به من رای 2 هم نمیده. پس مافیای سیف بره بیرون امروز این آقاست. شما پس سایت باز کنید دیگه. خب رای میدید به من مافیا میرفتم بیرون فردا تو شهروند تشکیل میدادید. از الان آقا همین بود. مرسی. خانم الان چی شد؟ مثل فیلم اصغر فرهادی انتهاشو باز گذاشتی. الان من شدم مافیا با اون دوستانی که میگفتن من مافیام و به من رأی ندادن. اون دوستان مافیان، من شهروندم. چی شد؟ الان من مجبور میشم به شما بگم مافیایی که دارید مثلا گله میکنید از شهروندایی که چرا مثلا می‌خواستیم یه شهروند پوش کنیم رأی ندادید بهشون. اینجوری بازی منم خراب میشه. من همینجا الان به مافیای من لایک دادی داداش. من مافیا نیستم. ما به دست من بند بودی تو بازی. روز 1 رای میدادم از بازی میرفتی بیرون. خانم شما هم همینطور، من رای میدادم شما از بازی میرفتی بیرون. مافیا قطعیت منم. من که به شما رای 2 ندادم. آقا ول کن، باختی میگه شما داداش از بازی برو بیرون. سراسر تناقض دیستاک نداره که. این خانم واسه شهرونده. الان با تارگت خوردن من لایک میده. اون آقا تو خانم که شهروند بوده بهت رای 2 داده. افتضاح بازی می‌کنه. بچه‌ها من نمیدونم داستان چیه. من روز 1 رای ندادم، خودش میگه رای دادی. دیروز رای دادم، خانم میگه چرا رای ندادی. من نمیدونم چرا اینجوریه. چی شد که اینجا آرش برو دیگه. چی کار کردی؟ آره تو برو. آقای آرش قطعی مافیای بازیه. خانم هما آقای آرش قطعی مافیای بازیه. ممنونم. ول کن دیگه. یه دقیقه وایسین. 2 تا خانم ما هم دیگر امروز ول میکنیم برای فردا بجنگیم، چون من امروزم به نتیجه تو رسیدم ممکنه من دارم بهشون میگم صلح کنیم، مافیا اون رفته بیرون بد بازی کرده، به نظر من بد بازی کرده، من و تو هم فقط بهش رأی دادیم.
مافیا نمیخواستن بکننش بیرون. امروز یه رأی بدید یه مافیا به من نمیگه. بهتون میرسه برنامه شما. آقای خاوری اگر شما رأی داده بودید که با 4 تا رأی داخل دفاعیه بود. آقای علی رأی داده، من رأی دادم، آقای محمد حسین رأی تأخیری داده شده 3 رأی. پس شما رأی ندادید دیروز دیگه. بفرمایید خانم. بازیاتون واقعا عجیبه، واقعا خواهر مادر بازم میگم عجیبه. خانم مهتاب شما هر روز یه دونه باز خود تارگت اختراع میکنی. هر روز یه روز میگه هما، یه روز میگه آرش، نه آرش رو ول کن بهش رأی دادم، آیسان نه آیسان رو ول کنم، ایشون که اصلا هیچ تناقض یا هیچ مسیری با شما نداشت. باید دفعه خلق تارگت ایشون بوده. این خیلی شما باید فقط موج سوار کنید. من سوال خانم آیسان آقای سولی رأی داده، شما رأی دادی، ایشون هم تأخیری بوده، آقای آرش 3 رأی آورده دیگه. رأی سومش کی بوده؟ تأخیری که نمیشونه. حالا شما باید بری، نمک نباش. از گوش کنید دوستان، الان با همه این تفاصیلی که دارید میگید امیرعلی 3 تا رأی آورده. امیرعلی واسه خانم هما توضیح میده که هما ببین یعنی شهروند دارتش، هما آرش مافیا. خب من با خانم هما تیم ماسونی بستم تو روز، من رأی دادم، خانم هما رأی داده، یه نفر دیگه کی بود رأی داد؟ شما رأی دادید. خب امیرعلی 3 تا رأی آورده، یعنی پس باید بگیم مثلا ما عالی کردیم رو امیرعلی خاوری، ما 3 تا مافیاییم. مافیا یه دونه رأی میداد امیرعلی بره بیرون بریزن رو من دیگه. پس چی میشه؟ من نمیدونم. شاید اشتباه بفرمایید. امیرعلی مافیا نیستی، چون بعد از چون من تمام صحبت‌هاشو دارم زرگری بهت میگم. یه دونه مافیا که بین شما در میاد، این که یه دونه بین شما 3 تا من داداشو شهروند کردم. شاید هم دوتایی با هم مافیان ها. چالششون آقای امیر اینقدر حرفای عجیب غریب میزنی. الان داداش اون آقا چیه؟ آقای سولی بغل دستت. من چیم؟ به ما تارگت خوردن من لایک دادی داداش. این خانم هم مافیا نداری تو ذهنت. بهت رأی 2 داده میگه امیرعلی خاوری مافیا. خب چالشم برای آرش. بچه گوش بدید، شهروند یه فرصت داره استاد. شما شهروند ایشون هم میذارید شهروند، از بین شما شهروند رأی میدن. استاد اون آقا که میگه شهروند بوده تک تارگت به خانم بوده، درسته؟ آدز کارگاهی بعد آقا نمیذارید، اشتباه بازی کرد، چرا به تارگت نمیزنید؟ 2 روزه میگی آرش ذهن شهروندی، بعد من دارم دیسلایک، تنها کسی که دیسلایک میده تو این دش بش مافیای آقا منم، بعد به من میگی شاید شهروند باشم. منم اوکی، منم خلیلی برای خود رأی امروز فقط یه رأی میده استاد. شانس برگشت شهر. من چالششو داشتم از خودتون. الان بلند میشی میگی واسه آقا آدز مافیایی میذارم که با تو داره زرگری میزنه، ولی امیرعلی تو شهروندی. خب من الان این رفیقمون هیچ جوره نمیخواد به صراط مستقیم هدایت بشه. پس امروز خانم هما ناکن یا امیرعلی باید بره بیرون یا این دوستمون. بفرمایید. اسمتون چی بود؟ محمد حسین شما برای من شهروند، مگه نمیگی ایشون برگشته بهشون گفته مافیا؟ ایشون برگشته به منم گفته مافیا. مگه شما منو شهروند نداری؟ ایشون سور منم مافیا داره. پس اگر منو شهروند داری، پس بنده ایشونو من از نظر بنده ایشون میشه شهروند. ولی از نظر من ایشون هم آقای امیرعلی مافیای سیفی میشن هم ایشون، ولی میخواید سیف بدید امیرعلی مافیای بازی. امیرعلی مافیای بازی. آقا که اصلا نمیتونسته کاراگاه بازی باشه، چون اون روز میتونسته استعلام یکی از ما 2 نفر رو گرفته باشه. ماها که چینمون با هم متفاوت بوده، چجوری تونسته ما 2 تا رو با هم خلق کنه؟ ببین آقای محمد حسین، من شما رو شهروند دارم، شما دارید میگید آقای علی مافیای بازیه. آقای علی 3 روزه توی بازی داره میگه آقای آرش یه بار رنگ دفاعی دیده، دیروز داخل دفاعی نیومده، 3 نفر دیگه اومدن داخل دفاعی با اینکه اسم نتونه. مگه میشه شما این خانم شما این خانم اصلا شهروند نداشتین؟ مگه این خانم الان مافیا دارین؟ چجوری نتونه؟ پس وقتی 2 تا شهروند رو کنسه دادین با یاراش نمیتونه؟ ممنونم دوستان. 8 نفرین با 4 رأی دفاع. رأیگیری از خانم مهتاب شروع میشه. رأی میگیم بر سرکار خانم مهتاب 2 رأی، آقای امین، آقای امیرعلی
3 رای خانم هما، آقای آرش، 4 رای آقای علی، 2 رای آقای محمد حسین و خانم آیسان. تک دفاع آرش، اتهام پاس بده، حمایت خانم هما حمایت کنه، اتهامش رو صحبت. بچه‌ها خوب گوش بدونید. من چون صحبت نمی‌کرد شهروندش داشتم. داداش سناریو شبتون رو یارت زیر فشار طرف یار دیگه‌تون نگفته بلند شدی بعد از من میگی این حرف رو داداش تو باید چالش میگرفتی سر صحبت میگفتی طرف کاراگاهه بعد اون بره بیرون. سناریوی شب رو یاد بگیریم کی باید بگیم داداش آکس مافیاس بره. کاورشون خانم چطور میشه دوباره آرش پا میشه میاد بیرون ولی امیرعلی خاوری که ایشون تارگت نمیادش نمیاد؟ خانم مهتاب مگه شما نمیگفتی ایشون شهرونده بعد تارگت تو ایشون شد بعد ایشونو ول کردی دوباره بهشون رای دادی؟ بچه‌ها چه اینو اینجوری بگید امیرعلی خاوری مافیاست، خانم مهتاب مافیاست، یحتمل بین شما دو نفر این نمیتونه باشه. میدونید چرا؟ چون 3 روز اومده پارو بزنه موفق بشه. اگه یادش همون روز اول ایشون میتونه باشه خانم مهتابشون. خانم مهتاب شما با هر موجی سوار موج میشید. ممنونم. آرش دفاعیه. تک دفاع هم دیگه. امروز اگه میشه رأی ندید، قاعدتا امروز رأی ندید به من شهروندم بره بیرون شب شات بزنن بازی تمومه. به نفع شهرونده که اجازه بده یه شب مافیا شات بزنه بازی ادامه داشته باشه تو روز وقتی جمعیت کمتر شده مافیا رو راحت‌تر بگیره. من دارم از جوری باهاتون صحبت میکنم که به نفع شهروند باشه. اصلا منو میگیرید مافیا، من دارم چیزی که به نفع شهرونده تو این تعداد رو بهتون میگم. 1% آدز اینو بذارید که من شهروندم برم بیرون شات بزنه بازی تمومه. ممنونم آرش جان. بیست آقای آرش برای خروج به 4 رای نیاز دارم. رای خروج میگیریم برای آقای آرش 4 رای. آرش جان وصیت. شما رای دادید، خانم رای داد با امیرعلی آقای آرش بره پوش بازی رو تمام میشن به شهروند ساده. شما فرض زره‌پوش نبودن چین مافیا این دو تا قطعاً مافیا از بین این دو دوستم یه نفر مافیا داره مشخص. فکر می‌کنم شما اون شهروندی که ذهنت میچرخه واسه این گرهی باز کنی ولی به حرف من گوش ندید. بنده خدا کاراگاه بود استلام این خانم گذاشت شب فرداش ندید. این استاد قطعاً مافیا این دو نفر دفاعی یکی میده بیرون. من چالنجمو دادم
ببین از نظر من اتفاقا اون دوتا میتونن شهروند باشن. میدونی چرا؟ یه دقیقه گوش کن، یه دقیقه وایسا. از نظر من قطعی دوتا. این دو نفر از روز اول گفتن آرش مافیاست، از روز اولم رأی دادن. ولی این دو نفر مهتاب گفت رأی میدم، رأی نمیدم، امیرعلی برگشت گفتش رأی میدم، رأی نمیدم، ولی در نهایت رأیش نمیدن. اونا که موضعشون از روز اول مشخص بود. بعد امیرعلی منو داره قانع میکنه که هما بیا رأی بدیم به آرش. بچه‌ها من یه تنها چیز از نظر من ایشون از بین اونا امیرعلی صحبت کن. بعد من صحبت کنم. هما اون که زره پوشه، داداشم که شهروند داری، خودت هم که شهروند داری، اون دوتا هم شهروند داری، ما دوتا مافیاییم، علی آلفرد هم مافیاست. تا نمیشه الان داره درست میگه دیگه. باشه رأی بده به من برم بیرون. امین فواره باز چه؟ فواره کی بود گفتم؟ امین اشید دسته روح شما نقشش تو همین. نیست. خیلی حرف شهروند اینجوری صحبت می‌کنیم. امروز این خانم بدیم بیرون، اصطلاح مثبت بوده دیگه، آدز مذاکره کننده داره دیگه، اهم مهم داریم دیگه. امروز ببین هر کی به این خانم رأی نده قطعا مافیاست. آقا ول کن، به قرآن میدم بیرون ها. با دربوش میدم بیرون. ممنونم خانم مهتاب. من چالش خانم مهتاب من صحبت کنم. مرسی. نگاه کنید 4 نفر به من رأی دادن. الان اگریسیوتون رو بیارید پایین. گفتش بین این دوتا اون شهروند است. منظورش این بود، نگفت این دوتا با هم شهروندن. الان اون 4 نفر به من رأی دادن. خب 25% بیایید کار کنیم. رأی روز یک منو بدیم بیرون. رأی گوش کن. رأی روز یک با 25% احتمال بذارید ببازیم. اگه ما 20% احتمال ممنونم. خب ببین رأی 20% که باید این آقای بغل دستی باشه. ما دو تا رأی دادیم. که رأی نداد روز یک دستش کشید. بچه‌ها برام شما که شهروندی بچه‌ها به نظر من آره این خانم ببین آرش زره پوشو باز گوش کن. این خانم به شما میگفت مافیا به تو رأی میداد، با تو رأی میداد به بقیه. این ذهن شهروندی به نظر بغل دستم که نادم و پشیمون. من هما رو دیگه میذارمش کنار. اصلا ایگنور میکنم چون واقعا درک نمیکنم. تارگتش از روز یک منم، امروز خانم و آقا تو دفاع. صحبت کن بعد از من لطفا. ببینید بچه‌ها من مافیای بازی بودم، روز یک رأی 4 کشیدم زیر آقا بره، نه که تا روز 4 پارو بزنم روش بخوام بکنمش بیرون بعد بخواد زره پوش بازی باشه. ببین آقای محمد حسین من بازم دارم میگم حس می‌کنم شما شهروند، من خیلی مافیای ترسوییم، باور کن خیلی مافیای ترسوییم، اصلا خودم نمیندازم وسط به خاطر چیزی، فقط موج سواری میکنم. به نظر من شما شهروند. یه لحظه وایسا، از نظر من الان دیگه باید ساید بین خانم هما و خانم مهتاب باز بشه که امروز خانم مهتاب دیگه خانم خودت مگه الان نگفتی 25%؟ محمد حسین مگه تو نمیگی این شهرونده؟ مگه شهروندت نمیگه اینه؟ اینجای بازی شزم شدی بعد به نگهبان میگی نه من با تو بازی نمیکنم این داداشو بفرست. پس اتفاقا اینجای تو میشی مافیا. نه اینجا تو میشی مافیا که حرف اینو گوش نمیدی که برگشت خودش. بچه‌ها آقای امیرعلی خاوری منو نگهبان چه تیمی هستیم که تو رو حتی نتونستیم بیاریم اومدی نشستی بالا. فقط خاوری میاد. هما من بعد صحبت کنم. هما مگه میشه؟ هما که مافیاست. هما برگشت میگه آقایی که دیروز گفته به زره پوش رای ندی به مافیا قطعی که مافیاش در اومده رای بدی تو مافیا مگه میشه ذهن تو شهروند باشه؟ مافیا من به امیرعلی کار ندارم. امروز این آقا میره بیرون. این خانم میاد بالا. خانم کنسر آرش دریای کنسر خانم قرد میشه این شهروند باشه به من تارگت میزنه که من دیروز دست تو بالا رای بردم از بین 4 تا مافیا در بیاد. نه ممکن بود شهروند. بچه‌ها امروز تک دفاع اینم نیا تک دفاع، یعنی کارآگاه بازی اصطلاح مثبت خانم ممکنه مذاکره کننده باشه تا صبح دیسلایک بده. میخواد چیکار کنه؟ به من تارگت میزنی؟ اصلا رود میشه شهروندی؟ عمرن که شهروند بود. امروز فقط این خانم فردا رو نگید. ممنونم. علی جان آقای محترم من اصلا مافیای تعامل پذیری نیستم که الان دارم با شما تعامل میکنم. من ترم گذشته گفتم اون آقا قطعا نمیتونه کارگاه بازی باشه. بابا من شهروندم، استعلام من هیچجوری نمیتونه مثبت باشه و هیچجوری نمیتونسته منو خانم هما رو با هم چین کنه. ببین یه لحظه گوش بده، اگه این بازی رو ببازیم قطعی به شما باختیم. خانم مهتاب چجوری میتونی بگی اون مافیای بازیه، اونی که همراه با این داشته اونو کاور میکرده؟ تکاور که نزده درسته، همون داداشو کاراگاه داشت تو کیاس به من دست نده اگر من رسیدم، چون من شهروندم باشه، چون من شهروندم، چون یه چیزی برای امیرعلی کنار گذاشته بودم که نشد. شما شهروندی تو پوزیشن شما الان راحت باید 3 تا مافیا بگی. نه کی؟
3 تا چرا چی تارگت نزدی؟ چرا فقط توضیح میدی؟ باید میگم امروز رای بده هما بره بیرون، این خانم بره بیرون. باش بازی میکنی؟ خانم بره بیرون. اجازه بدید یه لحظه من چالشم رو دادم، یه لحظه گوش کنید دوستان. خوبید؟ کوچه بغلی دارید بازی میکنید؟ تو شرایطی که من میرفتم بیرون بازی تموم میشده 4 نفر به من رأی ندادن. رأی دادن. خانم هما به من رأی نداده، تو رأی ندادی. درسته؟ من اصلا این بازی رو میخوام ببازم. من الان زره هم ریخته، من میخوام ببازم. خانم من تو دریا شما به موقع مافیایی بودی که به موقع رأی ندادی. امروز با من بازی میکنید، رأی میدید به امیرعلی. تموم شد رفت. به من میبازید، همش ته بازی هم میاد میگی تو خیلی بد بازی کردی. ممنون. آره همینجا جلو دور. میگم 7 نفر دوستان با سرای دفاع سرای خروج می‌کنیم. بر خانم هما 1 رای، آقای امیرعلی 4 رای، خانم مهتاب 1 رای، خانم آیسا 3 رای، آقای محمد حسین، آقای علی 2 رای و آقای آرش. از خودشون دفاع میکنن، امیرعلی و خانم آیسا. درباره امیرعلی، درباره خانم آیسا صحبت کنم. آرش ممکنه تارگت تو درست باشه بابا، زره پوشی چیز دیگه که نیستی که استاد. عزیز من فردا من با تو اگه بودم بازی میکنم. امروز رأی بده به خانم، استعلامش مثبت بوده، چیکار باید میکرده تو به این تارگت بزنی؟ این خانم رأی مرگ کشته برای تو، زره ریخته، اوکی فردا بابا لج نکن آرش لج نکن. من محمد علی اینجای بازی خیلی شزم شدی. خانم مهتاب که ایشونو شهروند میدونست، ایشون شهروند ولی دفعه کشیدید روی ایشون. آره من چه مافیاییم، از روز اول آرش رو با چند با دندون گرفتم رای میدادم راهیش میکردم دیگه. من چه مافیای نتونی هستم. ببین خیلی واقعا و اینجای بازی خیلی وقت شده. آقای امیرعلی، خانم مهتاب، شما اینجا بازی اینا که از روز اول دارن میگن آرش، ولی شما چه حرف جدید زدید؟ آقای امیرعلی فقط تنها راه بردن بازی آقای امیرعلی. من این بازی به شما چه نمی‌کنم. ببین آرش، بلوک رأی من، هما، آیسان، علی تو بودی 4 رأی. بلوک رأی خانم آیسان، محمد علی، سرکار خانم، من محمد حسین عذرخواهی میکنم. کدوم سایت برات، حالا منو بذاری کنار، هما رو بذاری کنار، کدوم سایت برات شهرونده؟ یه ذره عقل و منطق و درایت، به همین سادگی. از هر 2 سایت اومدن بالا دیگه، از هر 2 سایت اومده بالا. آقای آرش شما خودت قبول داری واقعا فکت مافیایی داشتین توی بازی؟ به نظر من آقای محمد حسین شما خودت مگه یه روز رأی تخریبی به آقا ندادی؟ مگه برای خودتون مشکوک نبوده؟ ببین من اصلا مافیای بازی، کسی که 2 روز داشتم میگفتم این نه شماها میگفتید این، من میگفتم اون، میام شاتش میکنم که اگه این رفت بیرون بتونم اونو پوش کنم دیگه. خب شاتش میکنم که بچه‌ها من شهروندم، اگه به من رأی بدید همین الان تو روز بازی تمام میشه، همین الان. ممنونم. آقای امیرعلی و خانم آیسا به هم حق رأی ندارن، با 3 رأی خروج. رأی خروج میگیم برای آقای امیرعلی 3 رأی، برای خانم آیسا 2 رأی. 1 رأی تأخیری که باز هم اگر 3 رأی بود آقای امیرعلی سابقه داشتن و شهروند بازی بودن. تبریک به خانم آرش بگم آرش دیگه چرا من لج میکنی آرش؟ بابا شهروند دیگه استعلام مثبتش بود. خیلی پارو زدم. آرش